استدلال خنده آور آخوند. خانم شما اگر مریض بشه، در حال مثلا ولادت اولاد باشه، مریضه، شما میدانید خانمی که در حال ولادت هست اگر زود به او کمک نرسه هم خودش امکان دارد از دنیا بمیره خدای نخواسته، هم فرزندش از دنیا بره. خانم شما که مریض میشه برادر بزرگوار، شما منتظر میمونی که الله از عالم غیب هو العلی الکبیر او را بیاره وضع حمل بکنه، یا زود میبریم بیمارستان که دکتر قابله به او برسه و زود وضع حمل بکنه و خطر برای جان او و برای فرزند شما پیش نیاد؟ شما چیکار میکنی؟ چرا بیمارستان میبری؟ چرا منتظر خدا نمیمانی؟ خدا نزدیکه، خدا دور نیست، خدا قریب. یجیب دعوت الداع اذا دعان. خدا همینجا اگر بخواهد، خدا همینجا از عالم غیب کمک کنه. چرا بیمارستان میبری؟ این چیزها مبرر نیست. خیلی مبرره. ببینید به خاطر این بیمارستان میبری که این بیمارستان در اونجا خدا اسباب فراهم کرده، سبب نجات فرزندت را اونجا خدا فراهم کرده، سبب نجات زندگی خانمت را اونجا خدا فراهم کرده. دکتر هست، دوا هست، نرس هست، اینها زحمت میکشن، قابلا میاد، فرزند شما به دنیا میآید. همین طوری که خدا اینها را سبب و وسیله قرار داده، خداوند متعال ائمه طاهرین علیهم السلام را، رسول خدا را وسیله قرار داده. چه استدلال فاسد و خنده آوری! روافض با اینکه قائل به قیاس نیستند، باز هم قیاس‌های فاسد و مع الفارق می‌نمایند. مسئله رفتن به دکتر و بیمارستان چه ربطی دارد با موضوع وسیله قرار دادن مردگان از ائمه و نیکان و استعانت و کمک خواستن از ایشان؟ دکتر و قابله آنچه در مقدور ایشان است انجام می‌دهند و شفا دادن کار الله متعال است. اما مردگان، چه انبیا باشند، چه ائمه و بندگان نیک، خواستن آنها هیچ سودی برای انسان ندارد، زیرا نه ندای ما به آنها میرسد و نه قادر به اجابت کردن آن هستند. چنان که الله متعال می‌فرماید: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. و هیچ کس گمراه تر از کسی نیست که کسانی جز الله را به فریاد می‌خواند که تا روز قیامت نیز درخواستش را پاسخ نمی‌گویند و آنان از دعا و درخواست ایشان بیخبرند و هنگامی که مردم برانگیخته میشوند آن معبودان باطل دشمن ایشان خواهند بود و منکر عبادت اینها خواهند گشت. و میفرماید: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. بگو کسانی را که به جز الله میپندارید فراخوانید، پس نمی توانند بلایی را از شما برطرف کنند و نمی توانند آن را دگرگون سازند. پیامبران و صالحانی که آنان به فریادشان میخوانند برای تقرب جستن به پروردگارشان آنچه از کارهای شایسته که انسان را به الله نزدیک میکند انجام میدهند و به رحمت الله امیدوارند و از عذاب او میترسند. بیگمان باید از عذاب پروردگارت برحذر بود. و امام علی رضی الله عنه در نهج البلاغه خطبه 111 در مورد مردگان می‌فرماید: فهم جیرة لا یجیبون داعیه ولا یمنعون ضیمه ولا یبالون مندبة وإن جیدوا لم یفرحوا وإن قحطوا لم یقنطوا. رفتگان
همسایگانی هستند که هر که آنان را بخواند پاسخی نمی دهند و ظلم و ستمی را دفع نمی کنند و متوجه نوح سرایی و مداحی نمی شوند. اگر در حق ایشان نیکی شود شاد نگردند و اگر قحطی شود ناامید نمی شوند. و در خطبه 230 می فرماید: اصبحت مساکنهم اجداثا و اموالهم میراثا لا يعرفون من اتاهم ولا يحفلون من بكاهم ولا يجيبون من دعاهم. مردگان گورشان خانه‌هایشان گشت و اموالشان به میراث رفت. کسی را که بر سر گورشان می آید نمی شناسند و به کسی که برایشان گریه می کند توجهی ندارند و هر کس که ایشان را بخواند جواب نمی دهند. ما از روافض می پرسیم: هنگامی که شما کنار قبر امام می ایستید و از او می خواهید و یا او را وسیله قرار می دهید، آیا الله به شما نزدیکتر است یا صاحب قبر؟ و آیا الله به شما مهربانتر است و یا امام؟ و آیا الله ندای شما را بهتر می شنود و یا امام؟ و آیا الله می تواند حاجت شما را بهتر برآورده کند و یا امام؟ بدون شک الله متعال نزدیکتر، قادرتر، مهربانتر و شنواتر است. پس چرا دست از دامان امام نمی کشید و چرا دنبال این و آن می گردید که واسطه قرار بدهید؟ امامی که خود بوده تابع دین، اکنون گشته اصل دین و آیین.